هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده ماه سپتامبر سال 2023 با روی فریب با باوری مرد 38 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او یک چند چاروای معده شاخدار و چاروای کلان را به مبلغ 178,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که مبلغش را تا ماه نوامبر سال 2023 برمیگرداند، اما نام برده مال‌های مذکور را فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 41 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده اولهای ماه ینور سال 2023 با روی فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او به مبلغ $6,900 آمریکایی گرفته وعده داده است که به او از شهر دبی امارات متحده عرب یک عدد اتومبیل تمغه تویوتا کمری روان میکند، اما تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه دنقره با عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور مراجعه نموده است که 26 ینور سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 5300 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 11100 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 20 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین گمان برشونده با همین راه روز 22 ینور سال 2024 به خانه استقامتی مرد 54 ساله ساکن همین نویه در آمده از آنجا یک عدد ساعت دستی و 3000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی عریضه زن 61 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 30 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 11:00 مرد 26 ساله ساکن پایتخت به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا 20,000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 22,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.